باور نکردنیه که داخل باتری موبایل ورق طلا وجود داره. بریم با هم دیگه یکیشو باز کنیم ببینیم داخلش چه خبره. دوستان توجه داشته باشید، موارد ایمنی باید رعایت بشه. ماسک و دستکش حتما داشته باشید و در فضای باز این کارو انجام بدین. اگه در فضای بسته میخواید این کارو انجام بدین، حتما تهویه مناسب داشته باشین. از دشارژ بودن باتری مطمئن بشین و همیشه به یاد داشته باشید که مواد تشکیل دهنده باتری مثل لیتیوم قابل اشتعاله و لطفاً مراقبت کنید. و اما میرسیم به قسمتی که دارای طلاست. دوستان توجه داشته باشید و همه حواستون اینجا باشه. دوستان ورقی که مشاهده میکنید جنسش فلز مس هستش، به هیچ عنوان طلا نیست. هیچ دلیلی نداره که داخل باتری 50000 تومانی از طلا استفاده بشه. دوستان هر چیزی رو که میبینید باور نکنید و پرت حاشیه نشید. تنها قسمتی که داخل باتری از طلا استفاده شده قسمت سوکت و کانکتورش هست. کار من بازیافت طلا و فلزات گرانبها از ضایعات قطعات الکترونیکی. اگه به بازیافت فلزات گرانبها علاقه‌مندی، پیجم رو دنبال کن و هایلایت آموزش‌های رایگان رو ببین.